این یارویی که تو این تصویر دارید می‌بینید با دیدن یه سریال تصمیم میگیره که قاتل زنجیره‌ای بشه. به جون خدا. اسم این یارو تویچله. تویچل یه مستندساز 29 ساله اهل کاناداست. و این داداشمون انقدر تو کف سریال دکستر بوده که تصمیم میگیره مثل دکستر یه قاتل زنجیره‌ای بشه و تمام فانتزیای قتلشو تو لپتاپش توی پرونده‌ای به اسم SKC که میشه مخفف اعترافات قاتل زنجیره‌ای مینوشته. اگه سریال دکستر رو دیده باشین متوجه میشین که دکستر آدمای بدو پیدا میکنه و اون آدمای بدو میکشه و کلا علاقه داره به اجرای عدالت برای آدمای بد. اما تویچل قاتل سریالی داستان ما براش سخت بود که بگرده آدمای بدو پیدا بکنه. پس تصمیم میگیره که شانسش رو روی آدمای معمولی امتحان بکنه. پس میشینه تو مغزش کلی سناریوهای مختلفو بررسی میکنه که یه آدمی پیدا کنم که تنها باشه، یه آدمی که شهر نشه، بعدن کس و کارش نیام بالا سرم، پلیس زود پیدام نکنه. تصمیم میگیره بره توی سایت دوستیابی. خودش جا میزنه به عنوان یه دختر. یه عکس فیک برمی‌داره، یه اسم فیک هم برمی‌داره، میگرده دنبال آدمای تنهایی که خیلی کس و کار خاصی هم ندارن. خلاصه بعد از 2-3 هفته چت کردن با این و اون سوژه مورد نظر رو پیدا میکنه. ایشون گراهامه که با اسم مخفف جی صداش میکنیم. جی گزینه عالی بوده برای این عملیات به خاطر اینکه مهاجر بوده و تمام کسب و کارش خارج از کشور بودن، سینگل بوده، یه مدت خیلی زیادی بیکار بوده و تنها توی گوشه شهر داشته زندگی میکرده. بدبخت. ارتباط اینا 3 هفته طول میکشه. یعنی 3 هفته اینا داشتن با هم دیگه صحبت میکردن و دل و قلبه تحویل هم دیگه میدادن. جی هم که اول گفته بود چه بچه‌ای پیدا کردم عشق که تویچل دلو میزنه به دریا و یه شب پی ام میده به جی داستان ما میگه دوست داری بیای پیش من تو گاراژمون یه اشغالی با هم بکنیم. جی هم که اون لحظه آب از لب و لوچش آویزون بوده گفته به به خدا به شکرت، خدا بده برکت، بریم یه شب عشق و حال بکنیم. همون شب جیمی پره تو ماشین راه میفته به سمت لوکیشن تویچل. وقتی که میرسه به دم در نگاه میکنه میبینه یه فضای سیاه تاریک، در گاراژ باز. یه ذره مشکوک میشه، میگه اینجا چه خبره؟ درم تو خفتم کنن. ولی از اونجایی که توی طی قرنها سالار مردا رو یه جایی برده که اگه با اسلحه هم بگیره رو سرشون نمیرن، به خودش میاد میگه که حالا یه شب دیگه میخوام یه اشغال بکنیم دیگه، چرا انقدر سخت میگیری، برو تو حالشو ببر دیگه. پس تصمیم میگیره که وارد گاراژ بشه. درم که باز، همین که داره میره تو سمت راست گاراژ، تویچل توی تاریکی با ماسک هاکی قایم شده منتظره که جی رو خفت کنه. جی داستان ما همین که یه 2 قدم وارد گاراژ میشه از پشت تویچل بهش حمله میکنه، 2 تا محکم با مش میزنه تو سرش که مثلا بیهوش بشه بیفته رو زمین. نگاه میکنه میبینه که یارو اصلا بیهوش نشده، اینم داره اون رو نگاه میکنه. اونجا تصمیم میگیره که شوکر الکتریکی داشته عجیبش در بیاره، یه دونه دیگه هم با شوکر بزنه تو پاهای جی داستان ما. اونجا بود که جی یه ذره اینجوری میشه و از اون طرفم با دست چپش هم یه دونه اسلحه از جیبش در میاره، میگه اگه تکون بخوری به جان مادرم صدا در بیاد همینجا خلاصت کردم. حالا موقعیت چیه؟ جی خوابیده رو زمین، تویچل یه دونه نوار برمی‌داره، دهنش رو میبنده، یه دستبند از جیب پشتش در میاره که بیاد دستای جی رو ببنده. ولی از اونجایی که جی فرصت رو غنیمت میشمونه، میبینه حالا تا این داره میاد سمت این، برای جونش تصمیم میگیره که تقلا بکنه و بجنگه و پا میشه حمله ور میشه به سمت تویچل. یه دونه چپ یه دونه راست، ولی خب پاهاش یاری نمی‌کرده و یه ذره ضعیف شده بوده به خاطر اون شوک الکتریکی که بهش وارد شده. شروع میکنه با هم دیگه دست به یقه کردن، بابا بی‌ناموس فلان و اینجور حرفا، که اینجا جی داستان ما متوجه میشه که اسلحه قلابیه، در واقع اسباب بازیه. اونم نه از این اسباب بازیه که ساچمای پلاستیکی میذارن توش، یعنی آبپاشا، یعنی انقدر اسلحه مسخره بوده. حالا جی داستان ما شجاعتشو به دست میاره، رو پاهاش وای میسه و چیزی که ممکنه بهتون نگفته باشم اینه که جی یه مربی بوکس قدیمی بوده، البته بازنشسته بوده. پس شروع میکنه یه چپ یه راست و تویچل میفته رو زمین، شروع میکنه به فرار کردن. همین که از گاراژ میاد بیرون، یه ذره خیابون داشته میرفته جلوتر، شوک الکتریکی خورده بوده دیگه، پاهاش جون نداشته، میفته رو زمین. همینجوری رو زمین داشته خودشو میکشیده که یه امیدی داشته باشه یه فراری بکنه. یهو میبینه که در یه خونه باز میشه و یه زن و شوهر با سگ میان بیرون و اینو یهو نگاه میکنن و اینم میگه کمک، یه نفر میخواد منو بکشه. پشتش هم تویچل میاد با همون ماسک عجیب غریبش با چاقو تو دستش، که تویچل نگاه میکنه میگه نه چیزی نیست، ما داریم واسه مراسم فردا خودمون رو آماده میکنیم، یه نمایش داریم. حالا چرا این زن و شوهر باید باور کنن که یه نفری با یه چاقوی بزرگ اومده بالا سر یکی دیگه یکم رو زمین داره میکشه خودشو؟ نمایشه. از شانس گوه جی داستان ما فردا هالووین بوده و خب خیلی طبیعیه که قبل از این داستانا، یعنی 1 روز قبلش، اکثرا نقش کاراکترایی که برداشتن توی اون فیلم‌ها شروع می‌کنن به تمرین کردن اون نمایش که حالا فردا واسه دوستاشون و کسای دیگه اجرا بکنن. پس زن و شوهر داستانو باور می‌کنن و میرن. اینم داشت داد می‌زده جی داستان ما که بابا به ابوالفضل داره منو می‌کشه، جون مادرتون برگردین. اونام گفتم ما ولمون کن و اینا رفتن. ولی قشنگی ماجرا اینجاست که توی این کشمکشی که 4-5 دقیقه فرصت گیر جی داستان ما میاد که بتونه پاهاش
پاشو دوباره به دست بیاره، قدرت پاشو به دست بیاره. پس پا میشه بدو تا اونجایی که میتونه فرار میکنه به سمت ماشینش، میشینه تو ماشین، فلنگو میبنده. اونجاست که تویچل میزنه تو سرش، میگه من ریدم تو این زندگی، نشد یه دونه کار درست حسابی انجام بدیم. به هر حال دیگه پلن شکست خورده دیگه، حیف شده. اون شب تویچل برمیگرده خونه، لپتاپشو باز میکنه و خاطرات تمام اتفاقاتی که اون شب اتفاق افتاده رو توی اون پرونده SKC با تمام جزئیات می‌نویسه که اینجوری شد، اومد مش زد، نشد و آخرش هم فرار کرد. 2 روز از این ماجرا میگذره. تویچل هم منتظر بوده که هر آن پلیس بیاد بالا سرش. بالاخره جی فرار کرده بوده دیگه، احتمال داشته، یعنی به احتمال خیلی زیاد هر آدم عاقلی بود میرفت پیش پلیس و خبرو میگفته، میومدن بالا سر تویچل. ولی تو این 2-3 روز پلیس نیومد بالا سر تویچل. از اون طرفم جی انقدر ترسیده بوده، انقدر حالش خوب نبوده. من خیلی گشتم، منابع پیدا نکردم که چرا در واقع نرفته به پلیس بگه، ولی حدسم اینه که ترسیده بوده که تویچل برگرده بیاد و کارشو یک سره بکنه، کار ناتمومش رو. این یه شجاعت خیلی عجیبی به تویچل میده و پا میشه میگه که این سری دیگه کارو یک سره میکنم. میشینه تو لپتاپ باز میکنه، تو سایت دوستیابی دنبال سوژه بعدی میگرده. هفته ها با این چت کن، با اون چت کن، بالاخره یه نفر باید پیدا بشه که بره این مخشو بزنه و بیارتشو بکشتش. تقریبا 2 هفته میگذره که یک شب سوژه مورد نظر رو پیدا میکنه. معرفی میکنم، جان بدبخت شماره 2. حالا جان کیه؟ استاد دانشگاه بازنشسته که صبحام توی شرکت کامپیوتری کار میکرده. اینا 2 روز بود که با هم دیگه آشنا شده بودن و داشتن با هم دیگه چت میکردن. اینجا تویچل یه اشتباه بزرگ کرد. هنوز به 3 روز نکشیده رابطه‌شون، پیام داد که دوست داریم شب بیای خونمون تو گاراژمون اشغال بکنیم. اونجا بود که جان یه ذره شک کرد. حاجی هنوز 2 روزم نشده این دختر رو دیدم، درسته خفنه، خوشگله، باحاله، منم سینگلم، حولم، به هر حال باید برم تو کارش، ولی این داره لوکیشن به من میده، میگه بیا خونه، نرم اونجا خفتم کنن. اینجا بود که جان یه ذره باهوشتر از جی قبلی ما، سوژه شماره که ما عمل کرد. قبل از اینکه بره به لوکیشن یه ایمیل میزنه به یکی از دوستاش، میگه که من دارم میرم اینجا، اینم لوکیشنشه، اگر بلای سرم اومد یا هیچ خبری ازم نشد، این آدرس، اینم لوکیشن. راه میفته به سمت لوکیشن تویچل، یه همون دختره فیک قصه‌مون. میرسه دم گاراژ، یه اینورو نگاه میکنه، یه اونورو نگاه میکنه، میگه چرا این دختره اینقدر دور از شهر داره زندگی میکنه؟ گاراژ هم که درش بازه، همه جام که تاریکه. میگه اینجا به نظر نمیرسه که خونه یه دختره مجرد باشه و خیلی به نظرش عجیب و مشکوک میده. ولی از اون جایی که مردها هیچ وقت دوست ندارن باخ بدن و سالار خیلی متقاعدش کرد که بابا برو یه شبه، عشق و حاله، چیزی نیست، میشینین حال میکنی، برمیگردی میای. شروع میکنه به رفتن به سمت گاراژ. 1 قدم، 2 قدم از پشت تویچل این سری با تجربه‌ای که از سری پیش داشته با یه باتوم فلزی تق تو سرش و اونجا متاسفانه جان عزیزمون میفته رو زمین، اینجوری بیهوش میشه. بعد تویچل با یه چاقو خیلی بزرگ میفته به جان بیچاره‌مون و خدا بیامرزدش، جان رو به قتل میرسونه. خب ما گفتیم که تویچل عشق دکستر بوده و دوست داشته مثل دکستر قتل انجام بده. پس مثل دکستر شروع میکنه به پاک کردن رد پای خودش. بعد از دیگه کردن جنازه رو آتیش میزنه، تمام لباسای جان بدبخت رو میبره خارج از شهر، میندازه توی سد آشغال. کلید خونه و سوئیچ ماشین جان رو ور میداره، میره به سمت خونه جان. لپتاپو باز میکنه، شروع میکنه ایمیل زدن به دوستای جان که آقا من با یه دختره دوست شدم، خیلی بچه خوبیه، عشق و حال براست و اینا. من رفتم کجا؟ کاستاریکا. کجام رفته؟ و این ایمیلو کپی پیست میکنه به تمام دوستای جان میفرسته. از اون طرفم فیسبوک جان رو باز میکنه، وضعیتش از حالت سینگل به اینرل تغییر میده که یعنی رفتم تو رابطه و من تو عشق و حالم و دیگه با من نگردین. و تو مرحله بعدی تو ایمیل رئیس جان رو پیدا میکنه، بهش ایمیل میزنه که من با یه دختره دارم میرم خارج از کشور، دیگه نمیتونم برگردم، متاسفم، اینم استعفای من. پس دیگه از این مرحله به بعد هیچ کسی دنبال جان نمیگرده. دوستاش که میگن رفته عشق و حال، سر کارشون هم که میگن استعفا داده و اینجا دیگه خیال قاتل راحت میشه و برمیگرده سمت خونه. 1 روز، 2 روز، 3 روز، 4 روز، 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه. دوستاش دیگه شک میکنن، میگن بابا جان یه همچین آدمی نبود به خاطر یه بچه بذاره یهو همه زندگیشو بذاره بره، خونه سر جاشه، همه چیز هست. شک میکنن. یکی از دوستاش که کلید داشته میگه بریم تو خونه جان بگردیم ببینیم که داستان چیه. میرسن تو خونه، حمله میکنن، تو یخچال هر چی بوده میخورن، تمام کشوها رو میگردن و جالب اینجاست که نگاه میکنن میبینن ماشین نیست، کیف پول نیست، اما توی یکی از کشوها پاسپورت جان رو پیدا میکنن. رفیقش برمیگرده میگه خداش اگه رفته بچه خوری توی کشور دیگه، با پاسپورتش که نرفته، پاسپورتش اینجاست. اگر رفته کشور دیگه چطور پاسپورتش اینجاست؟ اینجا میشه که شک میکنن، زنگ میزنن پلیس، دوست عزیز اینجوری شده اونجوری شده. پلیس هم میگه که پاشو بیا اینجا، پاسپورتم میاره اینجا. میره اونجا پاسپورت رو تحویل میده، داستانو تعریف میکنه. پلیس هم میگه نه، روزی 100 نفر به خاطر دختر دارن از این کشور فرار میکنن میرن این کشور دیگه، حتما رفیق شما هم رفته کاستاریکا. پلیس هم جدی نمیگیره. به هر حال مدرک درست
حسابی هم نبوده، یارو هم رفته دیگه، کسی هم که نداشته اینجا. از ناپدید شدن جان 3 ماه میگذره. یه روز یکی از دوستاش میاد ایمیلشو باز میکنه، یهو میبینه که جان بهم ایمیل داده، من دارم میرم بچه خوری، اگر برنگشتم حواست باشه، اینم لوکیشن اینم آدرس. یهو میزنه تو سرش میگه جان واسه من لوکیشن فرستاده. پرینت میکنه میره اداره پلیس. رفیقو ببین بعد از 3 ماه تازه ایمیلا رو باز کرد. میره اداره پلیس میگه آقا اینجوری شده. پلیسام که اولین سرنخو پیدا کردن دست به کار میشن. فردای همون روز میان دم خونه همونی که لوکیشنش توی اون ایمیل بود. تویچل میاد دم در با پلیسا خوشوبش میکنه، خیلی خونسرد. پلیسا نگاه میکنن میبینن ماشین جان اینجاست. ازش میپرسن که ماشین چیه؟ تویچل هم خیلی خونسرد جواب میده، میگه نه من این ماشین رو از یکی خریدم، اتفاقا خیلی هم روغن ریزی داره، پلانش خرابه، 2 روز پیش یه جا منو گذاشت. شروع میکنن به گپ زدن، ولی پلیس مشکوک میشه به این داستان، بخاطر اینکه خیلی داشته یه جورای عجیب غریب رفتار میکرده. پس شروع میکنن به گشتن خونش و ماشین. خونه رو میگردن چیزی پیدا نمیکنن، ماشین رو میگردن چیزی پیدا نمیکنن جز یه لپتاپ میبرن توی اداره پلیس باز میکنن و توی این بازرسی‌هایی که داشتن میکردن برمیخورن به پرونده SKC. چی شد؟ داشتمون تمام اتفاقاتو، مخصوصا اتفاقات جان رو، یعنی سوژه شماره 2 رو با تمام دیتیل از اول تا آخر نوشته بوده که اومد اینجوری شد، زدم کشتم فلان کارو کردم، ایمیلا رو دادم و تمام اتفاقاتی که اون شب افتاده بود رو نوشته بود توی اون پرونده. بام! پلیس دستگیرش میکنه. بعد از بازجویی‌ها به تمام گناهانش اعتراف میکنه. توی دادگاه هم براش حبس ابد می‌گذارن. اینم عکس واقعی تویچل. پس درس داستان ما این میشه که حول نباشیم. اینو بفرست واسه رفیقای حول. لاک کامنت و شیر یاد